ایمان آورده، ایمان اون اقرار بر زبان است و تصدیق کردن بر جنان، یعنی بر قلب مراد اینجا. ثابت میشد که هر اون چیزی که در قرآن و اون چیزی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما رسوندن در بیان شریعت یعنی کریم همون حق است. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الامین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا لله تعالی. این درس 11 از عقیده امام طحاوی رحمه الله است. و درس قبلی رسیده بودیم تا قول مؤلف والایمان هو الاقرار باللسان. و باذن الله از همینجا درس را دوام میدیم. امام طحاوی رحمه الله میفرماید الایمان هو الاقرار باللسان و تصدیق بالجنان. یعنی در اینجا میخواهد حضرت ارکان ایمان را بیان کند. یعنی ایمان آورده، ایمان اون اقرار بر زبان است و تصدیق کردن بر جنان، یعنی بر قلب مراد اینجا. یعنی اقرار با شهادتین، کلمه شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و همراهی تصدیق قلبی. اگر با زبان بگوید اما با قلب تصدیق نکند ایمانش قبول نیست. یا که با قلبش تصدیق کند اما با زبان وقتی که نگوید شهادتین را، اون ایمانش قبول نیست. و جمیع ما صح عن رسول الله صلی الله علیه و سلم من الشرع والبیان كله حق. و هر اون چیزی که میگه تمام اون چیزی که صحیح است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خب یعنی چون در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون چیزی که بیان کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، همه این حق است. یعنی وقتی که ثابت شد که قرآن خب نازل شده است از جانب خداوند و که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرسل است، یعنی همچون پیغمبر خدا است، خدا اون رو اختیار کردن، صادق است، پس ثابت میشد که هر اون چیزی که در قرآن و اون چیزی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما رسوندن در بیان شریعت یعنی کریم همون حق است. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معصوم بودن از دروغ و از بگیم گناه. والایمان واحد. خب ایمان یعنی الان صفت ایمان رو بیان میکنه، میگه ایمان یک چیزی مثلا واحد است، یعنی ایمان مثلا یک چیز است، یعنی یک معنا دارد. شیء واحد یعنی یک چیزی واحد است. ایمان یک تا است مقصد، یعنی معنای ایمان یک چیز است، لیکن و اهله فی اصله سوا. اهل میگه ایمان در اصلش برابر است. اصل ایمان رو بگیریم همه یک گونه است ایمانش، لیکن و تفاضل اما فضیلت بینهم بین مؤمنین بالخشیه و خشیه است، یعنی با ترس خدا کس از خداوند بیشتر میترسد نسبت به دیگر کس. و تقا که تقیه خدا ترسی، تقواکاری. و مخالفت الهوا و همچنین مخالفت الهوا یعنی پیروی کردن هوا و هوس، عفوا یعنی پیروی نکردن از هوا و هوس. مخالفت میکند همون هوا یعنی نفس چرا، خب مخالفت میکنه نفسی همون اماره که نور امر بسوی بدی میکند. و ملازمت الاولا و همچنین لازم میگیرد اولا یعنی بهتر، یعنی خب اون مثلا مسلک اهل تقوا را پیشگیری میکند. پس در این فرق میکند یعنی ایمانش نسبت به ایمان غیرش از حیثیت وصف اگر بگیریم صفت فرق میکند، اما حیثیت اصل خب ایمان کم یعنی زیاد نمیشد یک ایمان بر ایمان دیگر. والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن. مؤمنان میگه یعنی مؤمن همش مسلمان همش خب داخل هستن در ولایت عامه میگن. خب ولایت عامه یعنی همش مثلا اولیاء الله هستن، اما از باز اونجا ولایت خاصه است که برای اهل استقامت، یعنی کسایی که خداوند را حفظ کرده است از عذابی که او عذاب برای کفار خداوند آماده کرده است و اون خداوند بر رحمتش بر رحمت ازلیش اون رو خداوند دوست می‌دارد، یعنی اولیاء خدا. و اکرمهم عند الله اتباعهم و اتباعهم للقرآن. و اکرمهم یعنی با کرامت ترین، به این معنی این سخت ترین از روی طاعت و عبادت نزد خداوند اون کسی که اون خداوند اکرام کرده است و اونا
و همون شخصی است که اونها اتبعهم یعنی تابعیتی میکنند برای قرآن، یعنی سخت‌تر هستند در عمل با قرآن و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وحلوه ومره من الله تعالى. این ارکان ایمان رو میفهموند که ایمان یعنی ایمان آوردن بر وجود خداوند، بر ملائکه هاش و کتاب های خداوند، کتاب های آسمانی و بر رسولانش و روز آخرت و تقدیر خیر و شر، یعنی تقدیر نیک و بد، همچنین حلو شیرینی و تلخی هم از جانب پروردگار است. این چیزی که میگه در اینجا ذکر شد، این اهمترین امور و اعظمترین اموری است که واجب است ایمان آوردن بر همینا. قدر اینجا مراد و القدر خیر و شر یعنی مقدور، یعنی ما ایمان میاریم بر مقدوری که اون مقدور خیر است و شر است یا حلو است یا مر، یعنی نیک است بد است یا که شیرین است یا تلخ است، که همش از جانب خداوند است. خب همش با معاشرت و علم خداوند حاصل شدگی. اما صفت خداوند که تقدیر است، پس او را موصوف بر این مقدور کرده نمیشه. یعنی صفت خداوند که تقدیر است، او را صفت موصوف بر این خیر و شر این چیزا کرده نمیشه. یعنی مقدور خیر و شر و حلو و مر است، چون که تقدیر خداوند همه وقت حسن است، خوب است. یعنی صفات خداوند همش کمال هستند، در اونها نقص نیست. یعنی حلو اینجا یعنی شیرینی با این معنی که یعنی اون چیزی که یعنی طبیعت انسان دا خوش میآید، و مر اینجا چیزی که طبیعت انسان دا خوش نمیآید. این از معنی، نه اون معنی شیرینی مثلا قند خوردن یا تلخی مثل یا چیزی تلخ خوردن. یعنی حلو اینجا با معنی که طبیعت انسان دا خوش میآید، و مر اینجا با معنی که در طبیعت انسان خوش نمیآید بعضی کارها. و نحن نؤمن بذلك كله، و ما بر همه این چیز میگه ایمان داریم، چیزی که در این ایمان ارکان ایمان شش گونه. لا نفرق بین احد من الرسل، و فرق نمیکنیم بین هیچ یک از پیغمبراش. و نصدقهم، بر همه پیغمبران ما تصدیق میکنیم که حق هستند. كلهم على ما جاءوا به، یعنی و نصدقهم كلهم، همش ما تصدیق میکنیم که همش بر اون چیزی که آمدن رسولا پیغمبرا همش حق هستند. یعنی ما معناش که ایمان آوردیم بر تمام پیغمبران و انبیا و اونا رو تصدیق میکنیم همش را. و اهل الكبائر من امه محمد صلی الله علیه و سلم فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون و ان لم یکونوا تائبین. میگه اهل کبائر کسایی که اهل گناه کبیره انجام دادن از امت محمد صلی الله علیه و سلم در دوزخ میگه داخل میشوند، لیکن لا یخلدون، ابدی در دوزخ نمیمونند. خب این نکی به شرطی که اذا ماتوا، وقتی که فوت کردن مردن، و هم موحدون، اونا یعنی به شرطی که از ایمان از دنیا رفتن. شرط همین است. و این لم یکونوا تائبین، اگر چند هم توبه نکردن، مهم که از دنیا اگر با ایمان رفتن، اهل کبائر در دوزخ اگر خدا بخواهد اونا را عذاب میدهد، اما ابدی مثل کفار در دوزخ اون نمیمونن. یعنی اونها همچون مؤمن اگر فوت کردن رفتن، لیکن توبه هم نکرده باشن، در دوزخ ابدی نمیمونن. چون که معتزله ها اما خیلی عقیده داشتن که وقتی که اهل کبایر از دنیا رفت، او در دوزخ مثل کفار گفتن ابدی میمونن. اما عقیده ما این گونه نیست. میگیم که کسی که از دنیا با ایمان، شرط همین است که با ایمان از دنیا رفت، این همچون مسلمان مرد، ان شاء الله اگر خوب موافق همون گناه کردش، اگر به توبه رفت، توبه نصوح نکرد، مثلا توبه از گناه کبیرش توبه نکرده رفت، اگر خدا بخواد همه گناهاشو میبخشه، وگرنه خب اون خداوند با تقدیر ازلی خودش با علم ازلی خودش عذابش میدهد، اما در دوزخ ابدی نمیماند، حتما از دوزخ بیرون میشود داخل جنت. اما کدام طبقه جنت الله علم، خودش میداند. خب بعد ان لقوا الله عارفین مؤمنین، یعنی لقوا الله به این معنی که خداوند ملاقات کردن، به این معنی که اونا خب موت کردن، یعنی مردن، از دنیا رفتند و همچنین خدا و رسول میشناختند در دنیا. و بعد ان لقوا الله، بعد از اینکه ملاقات کردن خدا را، یعنی مردن، فوت کردن، عارفین ای به این معنی که خدا و رسول شناس بودن، یعنی خدا و رسول را میشناختند. مؤمنین یعنی اذعان قلب در قلبشون داشتن، یعنی تصدیق قلبی و همون تلفظ لفظی و تصدیق قلبی داشتن اونا. آره، اما وقتی این انسان وقتی که مردن بدون توبه در دوزخ ابدی نمیمونند. برای همین حتما اگر کسی از اینها را، یکی از اینها را اگر خداوند اگر عذاب داد، هر کسی که باشد از گناه کبیره،
که از دنیا مؤمن رفت مسلمان رفت، حتما باید اون از دوزخ خارج شود و در داخل جنت شود. خودش امام طحاوی بیان میکنه، میگه و هم و آنها امین کسایی که گناه کبیره انجام دادن فی مشیئته و حکمه، در مشیت و حکم خدا هستند. ان شاء اگر خدا بخواهد غفر لهم، اونا را مغفرت میکند، همه گناهاشون رو میبخشد. و عفا عنهم، عفوشون میکند، از گناهاشون میگذرد. بفضله، این فضل و کرم خدا است. کما ذکر عز وجل فی کتابه، چگونه که خدا ما ذکر کرده است در کتابش، در قرآن. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یعنی کسی که اگر غیر شرک نورزد در دنیا، از دنیا رفت به مسلمان بی توبه هم رفت، اگر شرک نورزد به خداوند، او را خداوند ان شاء الله میبخشد اگر بخواهد. این در مشیت و حکم خدا است. و ان شاء عذبهم فی النار، اگر بخواهد خداوند اونا را عذاب میده در دوزخ، میگن بعدله، این عدل خدا است. ثم یخرجهم، بعد از آن اونها را خداوند خارج میکنه از دوزخ، منها، از دوزخ میبراند، برحمته و شفاعت الشافعین، با رحمت ازلی خودش و با شفاعت شافعین، کسایی که شفاعت میکنن اونها را، من اهل طاعته، یعنی شافعین شفاعتگرایی که از اهل طاعت خدا هستند. ثم یبعثهم الی جنته، بعد از اون خداوند این گونه مسلمان گناهگار به سوی جنتش روان میکند. و ذلك، و همین میگد بان الله تعالی تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدایته. و با ذلك میگه برای چی خداوند این گونه، این اگر بخواد عذاب میتید، بخواد میبخشد، اگر عذاب داد بر جهنم میبرد، چون که میگه اینجا خدا این همه این تولى اهل معرفتی، با این معنی که یعنی خداوند یعنی محافظت میکند اهل معرفتش را که مؤمن هستند، یعنی اونایی که مؤمن مسلمان هستند، خدا را شناختند، اونا را خداوند محافظت میکند. ولم یجعلهم فی الدارین کاهل نکرته الذین خابوا من هدایته، اونا را خداوند نکرتی گفته، یعنی کسایی که بر خداوند ولیعص بالله تکذیب کردند، یا که وجود خدا را نفی کردند، انکار کردند، یا که با عبادت غیرش مثلا مشرک شرک ورزیدند. برای همین میگد ولم یجعلهم فی الدارین، در دارین گفته اونا را خداوند مثل اهل نکرت، مثل کسایی که خدا را انکار کردند، مثل اونا نمیگرداند. الذين خابوا من هدایت، کسایی که اونا خار و ضلال شدن از هدایت خداوند، یعنی خابوا یعنی ناامید شدن از هدایت خداوند. ولم ينالوا من ولایته، خداوند یعنی اونا نائل ولایت پرور، یعنی محبت و رحمت خدا را اونا یعنی شامل نشدند. اللهم یا والی الاسلام، دعا میکند امام طحاوی، پروردگارا کسی که تو والی اسلام هستی و اهله و اهل اسلام، یعنی اهل مسلمان، ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک به، ما را ثابت بمان خداوند بر اسلام تا اینکه تو را ملاقات کنیم، تا وقتی تا آخر حیاتمون ما را خداوند در ایمان حفظ کن. آمین. این دعای امام طحاوی رحمه الله است. یعنی وقتی که امام طحاوی گفت ثم یخرجهم منها برحمته و شفاعت الشافعین، یعنی عقاید اهل سنت و جماعت همین است که یعنی گناهگارای مسلمان که از دنیا به توبه میروند، بدون توبه رفتن، و اونا از اهل کبایر که هستند، اگر خداوند اونا را عذاب داد، اگر بخواهد، خب حتما اونا را خارج میکنه از دوزخ با رحمت و شفاعت شافعین، یعنی کسایی که از اهل طاعتش هستند. و همون کسایی که شفاعت میکنن یا پیغمبران هستند، یا که علمای یعنی خدا ترس هستند، یعنی تقوا، یا که با صفت دیگر از شهدا هستند که اونا را خداوند یعنی به سبب اینا اونا را خداوند گناهشون رو میبخشد، چون اینا شفاعت میکنن. خب مراد لقاء الله گفته من ملاقات بر خداوند، دعا کرد که ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک به، یعنی خداوند ما را ثابت بگردان بر ایمان تا که ما تا آخر حیاتمون رو، و همین مراد به لقاء الله همین است، یعنی تا آخر حیاتمون ما را خداوند همچون مؤمن مسلمان نگه بدار. بعدا امام طحاوی میگه و نرى الصلاة خلف كل بر و فاجر من اهل القبله، یعنی ما جایز میشماریم خب گزاریدن نماز را پشت هر یک نیکوکار و بدکار از اهل قبله. خب معلوم است که مکروه است پشت فاسق نماز خواندن، مکروه است، کراهیت دارد، اما از اهل خب
خب قبله که باشه، یعنی مسلمان باشد، پشت مسلمان گناهگار هم نماز خوندن جایز است، اما با کراهیت. نرا اینجا به معنی که این اعتقاد داریم، نرا صلات این اعتقاد داریم که نماز پشت هر یک این مسلمان نیکوکار و بدکار که از اهل قبله باشد، این مسلمان باشد، درسته. خب و علی من مات منهم، و کسایی که مثلا این اعتقاد داریم و که وجوب صلات رو، یعنی خوندن نماز رو پشت کسی که از مسلمان‌ها، یعنی از دنیا به ایمان رفتن. خب یعنی مسلمانی که و علی من مات منهم، یعنی کسایی که از زمین مسلمانی که از دنیا اگر چند هم فاسق بودن، گناهگار بودن، مسلمان از دنیا رفتن، اعتقاد داریم که علی من مات منهم یعنی که با پشت اونا هم نماز خوندن درست بود. ولا ننزل احد منهم جنة ولا نارا، یعنی ما حکم نمی الا ننزل به این معنی که به این معنی نازل نمیکنیم کسی را از همون اهل کبایر گناهگار یا که فجار فاسقا، یعنی حتما جنت یا که حتما دوزخ. یعنی ما حکم نمیکنیم از پیش خودمون که مثلا فلانی حتما باید جنت برود یا که فلانی حتما از اهل دوزخ است. اگر چند هم یعنی بگیم گناهگار هم باشد. مفهوم؟ برای که ما نمیدونیم اگر اون انسانی که مثلا الان ظاهرش خیر است، خوب است، خب اگر خداوند او را والیاذ بالله و اگر بر اون نوشته شده باشد در تقدیر شقاوت، یعنی از دنیا به ایمان رفتن در آخر حیاتش، پس اون حتما باید که به اهل دوزخ برود، والیاذ بالله. و همچنین نمیگیم کسی که فلانی حتما از جنتی است، که فلانی حتما دوزخی است از پیش خودمون، مگر اینکه اگر شریعت برای او شهادتی بدهد. مثلا مثل ابو لهب، اما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چون که قرآن شهادتی داد که او از اهل دوزخ است. مفهوم؟ مثلا اهل بیعت الرضوانی که بیعت کردن با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مثل اونا عشره مبشره، پس با اونا رسول اکرم شهادتی داد که اونا از اهل جنت هستند. خب با اینا ما حتما شهادتی میدیم که اینا جنتی هستند. اما غیر اینا کسایی که قرآن و سنت اونا را شهادتی نداد برای بسوی جنت و برای دوزخ، خب ما حق نداریم بگیم حتما فلانی دوزخی است که حتما فلانی جنتی است. مفهوم؟ اما در قرآن وقتی خداوند ذکر میکند خب منافقین و کفار که در دوزخ هستند، خب این معلوم است چون که قرآن شهادتی میدهد. این المنافقین فی درک الاسفل من النار، خداوند میگه یعنی منافقین در پایین ترین قعر جهنم هستند که اونجا فقط جای کفار است. مثل این خیلی یعنی منافق مراد اینجا منافق در اعتقاد، نه منافق در عمل، منافق در اعتقاد. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. یعنی ما گواهی نمیدیم، یعنی کافر نمیشماریم هیچ یک از اینا را بدون دلیل با کفر ولا بشرک، و نه حکم نمیکنیم یکی از اونها را با شرک بدون دلیل و همچنین با نفاق بدون دلیل، مادامی که ما لم یظهر، مادامی که اونا بیان نکنند، یعنی آشکار نکنند چیزی را از همین بگیم اعتقاد کفری یا شرکی یا نفاقی. یعنی بدون دلیل شرعی ما حق نداریم یک از حکم با کفر کنیم یا حکم با شرک کنیم یا حکم با منافق. این منافق اینجا گفتیم در منافق در اعتقاد. و نظر سرائرهم الى الله تعالی، یعنی ما میگیم که الله اعلم ما فی قلوبهم، یعنی نظر سرائرهم یعنی اسرار اونا را به خدا میسپاریم. خدا میدونه در قلب های ما چی میگذرد، چون که خداوند آگاه دارد از بر همه این انسانیت، اما بنده ها خبر ندارند، پس این را ما به سوی خدا میسپاریم. ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلی الله علیه و سلم الا من وجب علیه السيف. یعنی ما اعتقاد نداریم سیف رو، اینجا مراد از سیف یعنی شمشیر، یعنی جایز نیست قتل مسلمان خب اگر چندی هم اون نیکوکار یا که فاجر فاسق باشد، الا ولا نرى السيف، یعنی ما نمیبینیم اعتقاد نداریم جایز بودن قتل مسلمان با سیف یعنی با شمشیر علی احد بر کسی من امه محمد از امت محمد صلی الله علیه و سلم الا من مگر کسی که واجب علیه سیف بر اون واجب شده سیف یعنی شمشیر بر اون واجب شده از قتل، بعد ما در امت محمد او را موافق شریعت قتل میکنیم. الا من
واجب علیه السیف یعنی کسی که بر اون ثابت شده است قتل، مثل کسی که یک مسلمان قصداً قتل میکند او را همچون قصاص قتل میکنیم مثلا. طيب ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا یعنی ما همچنین اعتقاد نداریم که خروج کنیم بر ضد ائمه‌مون. ائمه یعنی امام ها و ولات امورنا و اون کسایی که والی امرهای ما هستند، یعنی قاضی و مفتی و اینا. و این جارو اگرچند میگه ظلم کردن، یعنی مراد اینجا این حرام است خروج کردن بر سلطانی که سلطان مسلمینی که خب بر اون بر بیعتش خب اجماع شریعت اجماع کرده است. ما حق نداره با اونا محاربه کنیم، جنگ کنیم یا که از خلافت اونا رو بیرون کنیم اگرچند هم ظلم کنن. مفهوم؟ خب این مسئله تعلقات به همون زمان خلافت حضرت علی بود، چون در زمان خلافت حضرت علی بسیار فتنه ها و بسیار چیزا بود، به همین دلیل حضرت امام طحاوی نمیارد. یعنی ما حق نداریم خلیفت المسلمین سلطان مسلمین حکم کنیم بر ضدش بخزیم بگیم جنگ کنیم، این حقوق ما نداریم. ولا ندعو علیهم ولا ننزع ای یدا من طاعتهم، و همچنین ما حق نداریم که بر ضد اونا دعای بد کنیم. سبحان الله. ولا ننزع یدا من طاعتهم، همچنین یعنی ولا ننزع یعنی نمیکشیم دستی را از طاعتشون، به این معنی که یعنی ما اونا را طاعت میکنیم، اطاعت میکنیم. اطاعت اگر چند هم ظالم باشن، یعنی سلطان مسلمین پادشاه مسلمانان، ما اونا اطاعت میکنیم اگر چند ظلم کنند، چون که او با موافق همون گناه و ظلم کردگیش نزد خدا جواب میگه، اما ما حق نداریم اونا را از طاعت اونا بیرون شویم. خب ولا ندعو علیهم، یعنی بر اونا دعای بد نمیکنیم. سبحان الله. نگاه کنید یک درس عبرت است از امام طحاوی که رحمه الله، یعنی خب یک عادت شده است بر همین مسلمان وقتی که خصوصا ما و شما مسلمانان اگر کم درک یک سختی برسد از یک برادر یا که از یک بگیم پادشاه یا که از یک اون چیز در دعای بد میکنیم، لعنت بر او بود نمیدونم جنت دوزخ رود نمیشه، اینا چی در کار؟ ولا ندعو علیهم، یعنی بر اونا دعای بد نمیکنیم ما. سبحان الله. اگر ما نگاه کنیم جنت خدا همین قدر کلان است، همین قدر کشاد است، همین قدر بزرگ است که جنت خدا هممون اونجا میگیریم ان شاء الله. چی در کار بخیلی کردن؟ دعای خیر کردن در کار برادر، دعای خیر. درست که مثلا ظلم میکنن، درست که مثلا ناحقی میکنن، حق میخورن، لیکن خب اونو جواب میگن نزد خدا. بر اونو ما با دعای خیر کنیم، کسی باشد نباشد. دعای یعنی با اون کسی که پیشوا هستن، او امام باشد، او رئیس باشد، رئیس دولت باشد، کسی باشد نباشد، حتما دعای خیر کردن در کار. از من خودت هیچ کم زیاد نمیشه، فقط دعای خداوند منو و مثلا اهل این جمعیت و اهل این شهر و این دولت همه را خداوند هدایت کن، اولا خودم رو هدایت کن. یگام جد کم زیاد نمیشه. اون جنت خدا همین قدر بزرگ است که همه جا میگیرد. چی در کار همین خیلی دعای بد و دشمنی و این از دشمنی و دعای بد ما یگام که ضرر نمیبینه، یعنی دعای تو قبول نمیشه که دیگه در او دوزخ برد یا که دیگه بگیم با نیت به نیتی تو برسد، یعنی که هلاک شود مقصد. برای همین باید دعای خیر کنیم. این یک بگیم اخلاق اسلامی همین است که دعای خیر کردن که در حق گذشته ها، این در حق بزرگای ما، مقصد در حق همین زنده ها بزرگا پیشواهای ما. مسلمان از هر کسی، یعنی خود میگه من مسلمان هستم الحمدلله، خب نماز نمیخواند نمیدونم چیکار نمیکنه، خب اون برای خود جواب میگه نزد پروردگار. این وظیفه ما خود نیست که برای چی او نمیکنه. ما یک بار میگیم میگذره مسلمان است، میگه خب در حقش دعای خیر کنیم، دعا کنیم تا خداوند هدایتش کنه، توفیقش بده. این است عمل ما. از ما خود یگام چیز کم زیاد نمیشود. جنت خدا ماشاءالله خیلی کلان است، خیلی بزرگ است، همه جا میگیرد. زیغ نشوید برادران. برای این قول امام طحاوی ولا ندعو علیهم بسیار یک درس ادب است که دعای بد نمیکنیم بر اونها. ولا ندعو علیهم یعنی دعای بد نمیکنیم بر پیشوامان، اگر چند گناهکار باشن، ظالم هم باشن، حق نداریم، باید دعای خیر کنیم همه وقت، خدا هدایتشون کند. و نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فریضة ما لم یأمروا بمعصیة. خب اینجا درباره خلافت رفته است، یعنی خلیفه کی، یعنی ما اون طاعت اون پیروی کردن اول امر، یعنی خلیفت المسلمین گویا که از طاعت خدا و رسولش است.
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، طاعت خدا و رسول کنید و اون کسی که اولی الامر است بین شما. یعنی اون طاعتی که خداوند امر کرده است مؤمنان را، مسلمانان را برای اولی الامر، همین خود طاعت خدا است که طاعت خدا و رسول کردیم ما. اینجا مراد همون خلیفه المسلمین است و نه را طاعت هم، یعنی اعتقاد داریم اطاعت کردن همونا را، این همون خلیفه المسلمین سلطان المسلمین که من طاعت الله، از طاعت خدا و رسولش است، از خدا افان از طاعت خداوند عزوجل است که فریضه، این فرض است که ما لم یأمروا بمعصیت، مادامی که اگر ما را این خلیفه المسلمین یا سلطان المسلمین امر بر گناه نکند، اگر امر بر گناه کرد اطاعت نمیکنیم. و ندعو لهم بالصلاح والمعافاه، این با همون گپ، یعنی ما برای اونا دعای با اصلاح میکنیم که خداوند اصلاح کند حال اونا را. همون گپی بالا گفتم، همین گپ امام طحاوی باز تکرار میکنه که و ندعو لهم بالصلاح، خداوند اونا را ایصلحهم الله، خداوند اصلاحشون کند. و المعافات معنای افادی که خداوند از اونها اون ظلم و اون جور و اون چیزی ظلمی که میکند از اون خداوند اونا را دور کند تا که توبه کنن. این خیلی دعا کردن نکن. طيب ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة مراد یعنی ما پیروی اهل سنت و الجماعت هستیم، کسایی که اعتقادی عقیده صحابه و تابعین و تبع تابعین دارند. خب برای چی اونا اهل سنت نمودن؟ چون که یعنی بر اونا اهل سنت هستن، چون که اونا بر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن، برای سنت اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحابشون امر کرد تا که پیروی کنند بر اونچه که رسول اکرم اومده است. خب اما جماعت به این معنی که اونا را ما نام گذاشتیم جماعت، چون که اونا خارج نشدن از جمهور ملت در اعتقاد حق. مفهوم؟ این از اجماع مسلمین خارج نشدن، اهل جماعت هستند. یعنی پیروای همین چهار مذهب، یا که بگیم پیروای در عقیده، پیروای امام اشعری، ابوالحسن اشعری و امام ابو موسی ماتوریدی، اینا همش پیروای اهل سنت و جماعت هستند. برای چی امروز کم ترک بگیم درس عوض کنیم؟ برای چی امروز گروه مخالفین بر ضد امام ابو مسعود ماتوریدی و امام ابوالحسن اشعری سخن میگویند که ای اونا اهل سنت نیستن، اونا خیلی هستن، مثلا مرجئه هستن، نمیدونم چی گپای بگیم فساد میزنن. چون که اون حضرت ها الحمدلله 1300 سال 1200 سال پیش جواب این احمقای امروزه که دعوای سلفیت میکنه جواب اینا رو دادگی است. این یکی از کرامات اون حضرت ها است که 1300 سال پیش جواب اینا رو دادگیه. میفهمید؟ 1300 سال پیش جواب این احمقا که امروز اینا ماتوریدی هستن، اینا اشعری هستن، اینا قبول نیست، اینا اهل سنت مرتضی زبیدی در همون کتابش میاد میگه اذا اطلق اهل السنت والجماعه اريد به الاشعریه والماتوریدیه. وقتی گفته شد اهل سنت و جماعت، مراد اینجا کی است؟ کسایی که پیروای امام ابو مسعود ماتوریدی و ابوالحسن اشعری هستند. یعنی اشعری ها و ماتوریدی اینا اهل سنت هستند. این حضرت ها خدمتی که در دین کردگی هستند، متاسفانه امروز بعضی احمقا خب دشنا میدین و لازم حتی به حکم و کفر میبرن. اینا احمق هستند، گمراه هستند. اینا جواب این یعنی مشبهه و مجسمه امروز جوابشون الحمدلله دادگیان به همون 1200 سال پیش. برای همین اینا بغض دارن، امروز کینه دارن برای این حضرت ها. طيب ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه. خوب یعنی نجتنب با این معنی که یعنی دوری میجویم، پرهیز میکنیم. شذوذ همون روی کج، خلاف و فرقت و جدایی شدن از اهل سنت و جماعت. شذوذ یعنی خارج شدن از اجماع در مسائل اجتهادی، اون میگن شذوذ، یعنی خارج شدن، دور شدن از اجماعی که در اونجا در اون مسائل اجتماعی مسائل اجتهادی اجماع شدگیه که در اونجا اهل اجتهاد، یعنی پیروای امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و امام مالک که این حضرت اجتهاد کردن در مسائل. نباید از اجتهاد اینا ما دور، یعنی از مذهب نباید خارج شود. وقتی خارج شد الکی شذوذ پیدا میکند، خلاف میکند و فرقه و جدایی میاندازد به اهل سنت و جماعت. طيب ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه.
و ما دوست می‌دارد میگه دوست می‌داریم اهل عدل را و اهل امانت را و نبغض و بد می‌بینیم اهل جور این اهل ظلم و خیانت را. یعنی مراد اینجا اهل عدل و امانت یعنی اهل سنتی که او تمسک بر عدل یعنی عادل هستند، همه وقت پیرو عدل هستند. اما اهل جور و خیانه یعنی کسی که اونا اهل خلاف و اهل عصیان گناه هستند، خلاف میکنند و عصیان و گناه میکنند. معلوم است که او را ما دوست نمیداریم، بد میبینیم، اما دعا میکنیم که توی خدا اونا را هدایت کند. و نبغض اهل الجور و الخیانه، جور این اهل ظلم، اهل خلاف و الخیانه خوب خیانت میکنند و اهل گناهگار. و نقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه، یعنی چیزی که ما نمیدونیم ما میگوییم که الله اعلم، خدا میداند، فيما اشتبه بر یعنی در اون چیزی که بر ما همچون یعنی پوشیده است علم اون چیز، او را فقط یعنی خداوند از حقیقت حال اینو با خبر است. عقیده ما همین است، یعنی چیزی که ما نمیدونیم ما میگیم که او را به سوی علم خدا میسپاریم. یعنی انسان معناش اینه که انسان گاهی مثلا وقتی که مثلا شک میکنه، شبهه میکنه، وقتی یکم کار بر او مثلا پیش میاد، پس این وقت باید که به خدا و رسول بسپارد این کار را و حقیقت را باید اعتقاد کند در هر اون چیزی که از جانب خدا و رسولش ثابت شده. برای همین خب دونسته میشود که یقینا که عقول مخلوق یعنی عقل انسان این کوتاه است از حکم بشری. یعنی ما در حکم بشریت یعنی بین انسان ها عقل ما کوتاه است که نمیتونیم انسان خوب بشناسیم. پس چگونه تمام حکمی که خدا بر بالای انسان ها آورده است رو ما بدونیم؟ برای همین حقیقت حال رو خدا خودش میدونه. خدا خودش میدونه حقیقت حال رو چگونه است نیست. ما بر خدا و رسولش میسپاریم و دعا خدای خیر میکنیم خدا هدایتش کنه. دیگه در قلب او چی میگذره چی نیت دارد او را الله علم. خب معلوم است که اگر خب بعضی اعتقاد و الفاظ و بعضی بگیم افعال کفری که ظاهرا نکنند صراحتا، خب ما بر اون حال او بخبر هستیم. اما ببینیم صراحتا ولی بالله لفظ کفری بگد و اعتقاد کفری داشته باشد یا که افعال کفری انجام بدهد، خب معلوم است که شریعت حکم به کفر میکند ولی بالله. ان شاء الله این درس بعد ولی مسئله این اقسام کفر چیزا ان شاء الله بعدا بیان میکنیم در شرح این کتاب. طيب این بود درس 11 از سلسله درس عقیده متن عقیده امام الطحاوی و ان شاء الله درس بعدی شروع میکنیم درس این 12 رو از قول مؤلف رحمه الله و نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر. از اینجا ان شاء الله درس 12 شروع میکنیم. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمين.